محترم نمایندگان واسطه اخباری عامه، خانم ها و جنابان، ملاقات امروزه سطح عالی جانب‌ها چونانه در فضای دوستی و همدیگر فهمی و اعتماد کامل صورت گرفت. در جریان مذاکرات سازنده همه سمت‌ها و عرصه‌های همکاری مورد توجه دو کشور دوست و برادر و جنبه‌های مختلف مسائل مهم منطقوی و بین‌المللی بررسی شد. در محور مکالمه ما مسائل تحکیم منبعدی همکاری‌های گوناگون پهلوی تاجیکستان و افغانستان و دستیابی به سطح نوی آنها قرار داشت. از جمله بر رشد رابطه‌های تجارتی و اقتصادی اهمیت خاص ظاهر کرده شده. جهت پیشبرد این روند با استفاده وسیع امکانیت‌های موجوده هر دو کشور علاقمندی اظهار کرد. قابل ذکر است که طی سالهای اخیر با طفیل تدبیرهای اندیشیده شده تجارت دو جانبه میان تاجیکستان و افغانستان تمایل مثبت پیدا کرد. ما کوشش خواهیم کرد که در آینده نزدیک صرف نظر از تأثیر منفی عامل‌های بیرونه از جمله پیامدهای کووید 19 نشان دهنده‌های تجارتی دو جانبه را زیاد کنیم. در مورد راه و وسیله‌های پیشبردی ثمربخش این روند نقش مهمی کمیسیای بین‌الحکومتی اقتصادی، تجارتی، اجتماعی و فرهنگی تاکید کرده شد. فعلا ما در سرحد دولتی تاجیکستان و افغانستان 4 مرکز تجارتی نزدیک سرحدی، اینچنین در ناحیه‌های نزدیک سرحد با افغانستان 4 منطقه آزاد اقتصادی تأسیس داده ایم. صاحبکاران افغانستان همجوار می توانند در فعالیت آنها شرکت فعال داشته باشند. جانب‌ها همچنین موضوع تطبیق مشترک لایحه‌های افضلیت‌ناک زیربنایی و ترانزیتی و نقلیاتی دارای اهمیت منطقوی را به طور مفصل محاکمه کردند. در این زمینه ما بنیاد شبکه مکمل نقلیاتی و ترانزیتی منطقوی را سمت مهم همکاری دو کشور ارزیابی نمودیم. قابل ذکر است که تا به امروز ما 6 پل فرامرزی را بین تاجیکستان و افغانستان ساخته به استفاده دادیم. همزمان کارهای ساختمانی جهت بنیاد پل هفتم در کاکل آی خانم در روزهای نزدیک آغاز می گردند. در رفت مذاکرات رشد همکاری‌های بین دو کشور در ساحه انرژتیک مورد توجه خاصی طرفین قرار گرفت. در این زمینه جانب‌ها به موافقه رسیدند که با تطبیق لایحه‌های بنیاد انشاءات تولید نیروی برق و خطهای فرامرزی انتقال آن مساعدت کرده شد. تاجیکستان همه ساله صادرات نیروی برق را به افغانستان در حجم تا 1.5 میلیارد کیلووات ساعت انجام می‌دهد. برای این مقصدها از جانب ما 2 خط انتقال نیروی برق با توانایی 500 مگاوات از زیرایزگاه گیرانی تاجیکستان تا پل خمری افغانستان ساخته به استفاده داده شده است. جانب تاجیکستان بر آن است که عملی گردیدن چنین لایحه عامل مهمی تأمین پیشرفت و ثبات کشورهای ما و تمام منطقه خواهد شد. ضمناً ما لایحه‌های ساختمان خط بلند شدت 500 کیلووات تحویل نیروی برقی راغون پل خمری و نیروهای برقی آبی سبزار را به نقشه گرفته تطبیق آنها را پیگیری داریم. جانب تاجیکستان همچنین جهت سریع انجام دادن لایحه کاسه هزار که نمونه همکاری واقعی کشورهای ما در راستای تشکل بازار منطقوی انرژتیکی می باشد، تدبیرهای ضروری اندیشیده ایستاده است. ما ثمره رابطه‌هایمان را در ساحه‌های فرهنگی و بشردوستی بخصوص در عرصه علم و معارف مثبت ارزیابی کردیم. امروزها در مؤسسه‌های تحصیلات عالی تاجیکستان بیش از 500 نفر دانشجویان افغان تحصیل می‌کنند. در دوره صاحب استقلالی دولت ما زیاده از
1000 نفر شهروندان افغانستان رشته های گوناگون دانشگاه های تاجیکستان را ختم کرده در حدود 1500 نفر دیگر از آن جمله بانوان در مرکزهای بازآموزی و تکمیل اختصاص کشور ما با تحصیل فرا گرفته شدند. جانبها علاقمندی خود را به ادامه این روند ابراز نمودند. در حاشیه مذاکرات امروزه بسته نوی صنعت‌های همکاری دو جانبه امضا شد که زمینه حقوقی مناسبت‌های ما را تکمیل می‌دهد. در این راستا به امضا رسیدن برنامه اقدامات عملی یا نقشه راه عمل‌ها در زمینه همکاری‌های سیاسی، امنیتی، تجارتی، نقلیاتی، ترانزیتی، انرژتیکی و فرهنگی، همچنین سازشنامه در خصوص تأسیس شورای کاری تاجیکستان و افغانستان اقدام مهم و سری وقتی ارزیابی می‌گردد. خانم‌ها و جنابان، سفر رسمی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلالتمآب دکتر محمد اشرف غنی به کشور ما در مرحله برای مردم برادر افغان اساس سرنوشت است جریان دارد. به این منظور در مذاکرات سطح عالی موضوعات امنیتی و تحولات جاری سیاسی افغانستان به طور مفصل بررسی گردیدند. هر دو جانب ضرورت تقویت همکاری ها را در تأمین بیشتر امنیت مرزهای مشترک دولتی تاکید نمودند. ما پیگیرانه تلاش خواهیم کرد که مشکلات در این سمت موجوده را برطرف نموده مرز دو کشور را به عرصه ثبات، دوستی و همکاری سازنده تبدیل دهیم. در این زمینه ضرورت تقویت مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر و دیگر شکل‌های جنایتکاری متشکل فراملی تاکید کردیم. جانب‌ها از همکاری و هماهنگی موقعها در دایره سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی اظهار قناعتمندی نمودند. تاجیکستان از تلاش‌های حکومت و مردم افغانستان و جامعه جهانی جهت استقرار صلح و ثبات کامل و بازسازی اقتصادی و اجتماعی کشور دوست استقبال می‌نماید. و این منظور اظهار امید می‌نمایم که نتیجه های کنفرانس وزیران قلبی آسیا روند استانبول که کاری آن را ما با جلالتمآب آغاز می‌بخشیم دایره تلاش‌های مشترک ما را در این جاده وسیع خواهند کرد. میخواهم تأکیداً ذکر نمایم که ملاقات و مذاکرات ما در فضای حسن نیت، صمیمیت و اعتماد و احترام متقابل صورت گرفت. در مرحله کنونی تاجیکستان و افغانستان منفعت‌های زیادی مشترک دارند. مضمون و محتوای آنها را قبل از همه تأمین ثبات و امنیت به منظور تحکیم زمینه پیشرفت دو کشور و رشد تمام منطقه تشکیل می‌دهد. باور داریم که نتیجه های ملاقات امروزه به توسعه همکاری های دو جانبه تکانی تازه خواهند داشت. اظهار امید می‌نمایم که سعی و تلاش های جانب ها در تطبیق موافقه های حاصل شده ثمره دلخواه داده ما شاهد تحکیم بیشتر رابطه های دو کشور دوست خواهیم گردید. در این جاده رشته سخن را با جلالتمآب دکتر محمد اشرف غنی می‌دهم. مرحمت. بسم الله الرحمن الرحیم.